طرح جدید آبیاری گلدان وسطی سرک کوته سنگی تا چوک کمپنی ایجاد و توسط مولوی محمد خالد سجستانی معین خدمات شهری و حفظ محیط زیست شارولی کابل افتتاح و با بهره برداری سپرده شد. این طرح از سوی ریاست سرسبزی جهت کاهش مصرف و تقویت آبهای زیرزمینی طراحی شده که از آبهای مستعمل با نصب فیلتر در آبروهای مسیر سرک مذکور از طریق واتر پمپ گلدانهای این سرک با مصرف ناچیز و اندک آبیاری شده و از جانب دیگر این طرح برای حفظ محیط سالم شهری مفید واقع خواهد شد. با همکاری وزارت محترم آب و برق، آب انرژی، شاروالی کابل یک پروژه را تصفیه از آبای فاضله با استفاده در سرسبزی را شروع کرده است که همکنون یک پروژه بسیار کلان است. کل سایه کمپنی از امی آبای تصفیه آبیاری میشه و به حکم خدا انشالله در آینده هم با همکاری وزارت انرژی و آب انشالله این پروژه در سطح شهر کابل قدم به قدم انشالله به پیش میره و این پروژه ادامه خواهد یافت. اخیراً برای آبیاری 10 نقطه دیگر از ساحات سبز طرح مذکور تطبیق شده است که مؤثر و نتیجه بخش می باشد. قابل ذکر است که تاکنون به دلیل پایین شدن سطح آبهای زیرزمینی چندین چاه آب مربوط به ساحات سبز خشکیده اند. غرونه او دښتې هم په تمه زموږ اوس د دې ټولو د ساتنې